سلام و عرض ادب و خسته نباشید دوستان از یک چنل یوتیوبی کسب درآمد دلاری خیلی خیلی خوش اومدید. ما در این قسمت یه دونه آموزش ممیلند رو بهتون آموزش میدیم که چجوری میتونید باهاش کار کنید و چجوری میتونید برداشت کنید که الان منم $3 دارم با 500 تقریبا 505 کوین ممیلند. بعدش هم هر وقت بخواید مثلا الان من پپه کوین رو استخراج میکنم، بعد مثلا بیای بیرون و بری تو یه دونه کوین دیگه برات میاد، فکر میکنم باشه نات کوین هم میتونی استخراج کنیم. اومد الان این ارز رو که نمیدونم اسمش رو یادم رفته 11,000 استخراج کردم دوستان عزیز. بعدش هم دوباره بیای بیرون یه دونه استخراج دیگه برات میاد. هر وقت بخوای میتونی این استخراج ها رو اومد اینم یه ارز دیگه است دیگه، میتونی استخراج کنی. بعدش هم قسمت بوستم داره که انرژی کامل توربو اینا داره، اما فکر نکنم چیز داشته باشه، چی میگه، ربات تلگرامی به هیچ عنوان نداره، فقط میتونی استیک کنی. باید استیک کنی اینجا. الان اینجا رو میزنی استیک برای ارتکاب. الان مثلا 100 که داشته باشی مثلا به 1000 تا 10,000 تا 100,000 تا به جایزه میده. و قسمت اینجاش که هر چالشی که بهت میدن تکمیل کنی میتونی کوینایی بگیری. حالا مثلا فکر نکنم 10 تا وظیفه تکمیل نشده. اینجا بر اساس دقیقاً بر اساس زبان تلگرامت زبان میاد. مثلا الان فارسی باشه فارسی برات میاد، انگلیسی باشه کره‌ای باشه هرچی باشه اینجا برات همون زبان رو انتخاب میکنه. میتونی مثلا الان دوج کوین رو به معامله کنی، دوج کوین مثلا میمی اینا رو میتونی معامله کنی. مثلا الان من ادکسر انقدی دارم 23 تا دوج میتونم بخرم، اینجا بزنی میتونی هرچی رو بخری و بفروشی. الان مثلا من نات کوین رو که بزنم ادکسر رو میزنم 188. اوکی شده. الان مثلا اینجا برام من صفر شد و به نات کوین تبدیل شد برای من. الان مثلا اینجا رو بزنم موجودیش اینجاست دیگه، موجودی کیف پولت اینجاست، مثل تون کیپره دیگه. و قسمت دوستانی که دعوت کنی، هر نفر رو که دعوت کنی 5,000 تا بهت میده برای هر دوست. مثلا تلگرام پرمیوم بهت 50 تا میده، بیشترین پاداش نقره طلایی مثلا اینقدی داشته باشه دیگه. استیکم که بهتون گفتم، ضربه هم که اینطوری ضربه میزنی و استخراج میکنی و به زودی هم قسمت برداشتش هم براتون باز میشه. بورس و نمیدونم به زودی همشون به زودی چیز میشن دیگه. اصلا و ابدا اونایی که میتونی بفروشی اصلا و ابدا درست نیست. قسمت پوستم اینجا هر چقدر چیز کنید تعداد ضربت بیشتر میشه. الان لیور 9 هم به هم تقریبا 10 تا میره. حد انرژی هم اونو فکر کنم تعداد انرژی لیور 9 5,500 بهتون جایزه میده. هر سوالی هم داشتید میتونید در کامنت ها بگید، من براتون حل و فصل کنم. تشکر میکنم از نگاه زیباتون.